امروز شد 1 هفته که دیگه چکت نکردم. با اکانت های فیکم سراغتم از هیچکی نگرفتم. عکساتو پاک نکردم، تکستاتم همینطور. خیلی وقتا نشستم دوباره خوندمشون. وسایلاتم هنوز سر جاشه. لباساتم خیلی از شبا بغل کردم تا صبح خوابیدم. اینو ببین، هنوز اینجاست. درد داشت؟ بله داشت. سخت بود؟ بله بود. گریه کردم؟ آینه دق بودن؟ بله بودن. تمام این مدت با یه جمله از دکتر شریعتی گذشت که گفتن برای نابودی یک حقیقت خوب با آن حمله نکن، از آن بد دفاع کن. من اجازه دادم که خاطراتت هجوم بیارن و من خوب سیلی خوردم. آروم آروم توی وجودم حل شدم و تمام شدم. اومدم که بهت بگم نخوای یهویی الکی ضربتی تظاهری پاک کنم، جمع کنم، بلاک کنم.